معصوم‌الدین با نشر دعا و عکس در گروه فیسبوکی سرایوست معارف شهر دوشنبه خبر داد که از نام رئیس مجلس ملی و رئیس شهر دوشنبه رستم امامعلی در روزهای آخر سال 2021 و فرارسی سال نو میلادی 2022 به زیاده از 11,000 نفر کمک‌های مادی و تحفه‌های عیدانه تقدیم کردند. در اطلاعیه گفته می شود که این کمک‌ها از جمله به یتیمان کل، معیوبان، شخصان یکه و تنها، دردمندان و بی‌پرستاران، عائله‌های نیازمند و کارمندان ریاست‌های استفاده بری راه‌های پایتخت رسانیده شدند. در عکس‌ها از جریان مراسم تقدیم تحفه‌های سال نو صاحبکار شناخته حاجی محمد مرادوف، رهبر شرکت ساختمانی سرمنزل که با دست خیرش نام برآورده است نیز دیده می شود. در عکس‌ها دیده می شود که مقامات دوشنبه برای کودکان دستارخوان سال نو نیز آراسته و آنها لباس گرم زمستانه و همچنین بسته‌های تحفه‌های سال نو تقدیم می‌کنند. رستم امامعلی پسر کلانی پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان 34 سال داشته از ماه ینور سال 2017 اینک قریب 5 سال باز بر پایتخت تاجیکستان رهبری می‌کند. رستم امامعلی سال 2020 رئیس مجلس ملی پالات بالایی پارلمان تاجیکستان نیز انتخاب شد و قانونا مقام رهبر دوم کشور را به دست آورد. رستم امامعلی معمولا به موضوعهای مهمی که در بین جامعه سر و صدا به وجود می‌آورند واکنش می‌کند و نظارت پرونده‌های پرسر و صدا را زیر نظارت خود می‌گیرد. از جمله در پی چند قضیه تجاوز به ناموس کودکان خردسال او خواستار شدیدتر کردن جزاها برای پدافیلی شد و اخیراً محض بعد دخالت رستم امامعلی در رابطه به عذاب و عقوبت ساکن دوشنبه مدینه محمدجانова پرونده گشودند. رستم امامعلی را یک وارث احتمالی کرسی پرزیدنتی پدرش می‌شمارند. برخی این نقشه را همچون کوشش در قبض یک خانواده منسجم کردن قدرت در تاجیکستان انتقاد می‌کنند. گروه دیگر امیدوارند که رستم امامعلی همچون نماینده نسل جوان با گرفتن کرسی پرزیدنتی به گونه‌ای که شفقت میرزیایف در ازبکستان همسایه انجام داده است دست به اصلاحات جدی در تاجیکستان خواهد زد.